بیبیاتون‌های شهر خوجند مرکزی مأموری ولایت سوخت از این بعد لباس یگانه به بر خواهند کرد. همچنان که در سامانه حکومت شهر خوجند آمده است، این مسئله در ملاقات کاری رئیس شهر خوجند رجبای احمدزاده با رئیسان شورای زنهای کمیته محله‌ها، زنهای فعال، اعضایان شورای بیبیاتون‌های مرکزی ولایت بررسی شده است. رجبای احمدزاده رئیس شهر خوجند در این ملاقات از تعرض لباس یگانه بیبیاتون‌های شهر توصیف کرده بر رئیسان شورای زنانی محله نیز داشتن لباس یگانه را توصیه نموده است. در این ملاقات شهردار خوجند طلب کرده است در کمیته محله شهر برگزار نمودن صحبت و ملاقات و چاره‌بینی‌های مختلف دایر به بالند برداشتن مقام زن و عائله‌داری، اعتبار جدی نسبت به مسئولیت والدین در تربیت فرزند، ترغیب فرهنگ لباسپوشی ملی زنان، پیشگیری آنها از خرافات و گرویدن به اندیشه‌های ضد دولتی، رعایت حتمی طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره رسم آیین و عنعنه‌ها، کم خرج چاره‌ها اندیشیده، فعالیت اساسی شورای زنها و بیبیاتون‌ها، فعال زنان از مهمترین عملهای ذکر گردیده باید باشد.